درس ششم 14 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، خواهرای عزیز، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ششم رو بخیر شروع میکنیم. در درس ششم حکم به غیر ما انزل الله است. در درس قبلی، در درس پنجم ما و شما توحید حکم خواندیم و خواندیم که یکی حکم تکوینی هست و یکی حکم تشریعی و یک مسلمان باید مطابق ما انزل الله، آنچه که در قرآن و سنت است، حکم بکنه. امروز درس ششم ما و شما درباره حکم به غیر ما انزل الله هست. اگر کتاب پیشتان باشه کتابایتان باز بکنین. درس ششم قوانین حکم به ما انزل الله، منظورش چی است به غیر ما انزل الله؟ یعنی حکم به قوانینی که ساخت بشر است. بعضی قوانینی است که قوانین ساخت چی است؟ International ordenada. قطع شد. خب دیگه ما و شما در درس امروزی حکم به غیر ما انزل الله را میخوانیم که در حکم ما منظور از این درس چی است؟ یعنی حکم کردن به قوانین ساخت بشر است. در قرآن عظیم الشان وقتی که ما و شما مراجعه میکنیم در مورد حکم به غیر ما انزل الله در قرآن عظیم الشان چند مطلب بیان شده. مطلب اولی است که حکم به غیر ما انزل الله را قرآن عظیم الشان چه قسم تعریف میکنه. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره مائده آیت 50 افحکم الجاهلیت یبغون، یعنی آیا حکم جاهلیت اینا میخواهند؟ و یک تن از علما میگه فجعل الحکم حکمین، میگه الله متعال الله سبحانه و تعالی حکم دو قسم بیان کرده. لا ثالث لهما، یعنی حکم سیمی نیست. حکم اسلامی، یکی حکم اسلامی است و هو الحکم بکتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم. یکی حکم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و حکم جاهلی و قسم دوم حکم جاهلی هست و هو ما خالف ذلك و او که مخالف قرآن و سنت باشه. قبل از اسلام حکم جاهلیت تطبیق میشد. اسلام وقتی که آمد حکم الله یعنی قرآن و سنت تطبیق میشد و این حکم قرآن و سنت که تطبیق میشد اول در خلافت در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از این در زمان خلفای راشدین هم اما حکم الله یعنی مطابق قرآن و سنت حکم میشه. بعد از این در زمان خلفای اموی بود، در اونجا هم اما چتر اساسی که حکم بود حکم ما انزل الله بود. یعنی قانون خلافت عباس اموی ها اما قانون چی بود؟ شریعت الله بود، حکم ما انزل الله بود. اگر کدام خلیفه یا کدام رعیت گناه هم میکردن، گناه های کبیره کس کافر نمیشد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اصل چتر که حکم ما انزل الله هست اونجا بود. بعد از حکم خلفای اموی در خلفای عباسی و خلفای عثمانی، در خلفای عباسی هم همین حکم ما انزل الله بود. مشکلی که پیدا شد در جهان اسلام که همین حکم ما انزل الله بعد از سقوط خلافت اسلامی در بغداد، خلافت عباسی ها سقوط کرد و ایرکی از بین برد، اما هولاکو خان که نواسی چنگیز خان بود. نواسی چنگیز خان وقتی که اینا آمدن
کدام حکم مطابق چی میکردن؟ مطابق یک کتاب بود به نام الیساق. یساق میگفتنش یا یاسق میگفتنش. اینجا علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در این وقتی که مثلا خلافت سقوط کرد، علمایی که در این وقت بودن علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، علامه ابن کثیر رحمت الله علیه، اینی علما و بعد از علامه ابن تیمیه رحمه الله شاگردش علامه ابن قیم رحمه الله، اینا در این وقت زندگی میکردن، بنابراین دیدن که امی حکم ما انزل الله دور شد و عوض از این حکم به غیر ما انزل الله آمد. علامه ابن کثیر در تفسیر این آیت شریف بیان میدهد که حکم جاهلیت قبل از اسلام بود و بعدا حکم جاهلیتی که تطاری ها از سیاست های شاهانه که از پادشاهشان چنگیز خان که برشان الیساق گذاشته بود، مطابق از این امی اولادش حکم میکردن. این چه قسم تعریف میکردن که یساق چی بود؟ میگه یک کتابی بود که در آن مجموعی از قوانینی که او را چنگیز خان از یهودیت و نصرانیت و اسلام و همچنان بعض قواعد دیگر از خواسته های نفسانی خود مثلا ایره گرفته بود و اولاد چنگیز خان ایره من حیث یک قانون گرفتن و بالای مناطقی که اینا سیطره حاصل میکردن تطبیق میکردن. و علامه ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که و آن را با حکم به کتاب الله و سنت رسول الله مقدم میدانستند و هر کسی از ایشان که چون کار را می نماید کافر بوده، جنگیدن با او واجب می باشد تا اینکه به حکم الله و رسولش مراجعه نماید. حسن بصری رحمت الله علیه چی میگفت؟ حسن بصری رحمت الله علیه میگفت که من حکم بغیر حکم الله فحکم الجاهلیه، یعنی هر کسی که بغیر از حکم ما انزل الله که قرآن و سنت است حکم بکنه، این حکمش است؟ حکم جاهلیت است. پس این شد تعریف حکم بغیر ما انزل الله در قرآن عظیم شان که الله متعال میگفت که افحکم الجاهلیت یبغون. مطلب دومی که در اینجا هست اقسام قوانین جاهلیت در قرآن عظیم شان. در قرآن عظیم شان قرآن عظیم شان کتاب جامع است، کتاب شامل است. وقتی که آدم قرآن میخونه و تو احساس میکنه که همین لحظه نازل شده و همون مشکلات و همون دردهایی که امروز امت اسلام داره این کلش هم تو یکی بیان میکنه و آنچه مشکلات جهان است و آنچه که در جهان تیر میشه. قرآن عظیمشان کل از این بیان میکنه. مثلا اقسام قوانین جاهلیت در قرآن عظیمشان چند قسم است؟ قسم اول قوانین پدرها هست، یعنی قوانین قوم پرستان. این قانون کی هست؟ قانون قوم پرستا و قانون پدر پرستا هست که اینا حکم ما انزل الله را قبول نمیکنن. وقتی امرایشان صحبت شود اینا چی میکنن؟ میگن ما امو قوانینی که از پدرای ما مانده، ما فرهنگ خدا و میراث فرهنگی خدا و تاریخ چند هزار ساله خدا از دست نمیتیم. الله متعال چی میگن؟ الله متعال در سوره مائده آیت 104 بیان میکنه که و اذا قیل لهم، و هنگامی که بر ازمی مردم قوم پرست پدر پرست گفته شود که تعالوا الی ما انزل الله، بهین به قرآن و سنت مراجعه بکنین و الی الرسول، و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم قضایای خدا پیش بکنیم به قرآن و سنت و پیغمبر. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. این قوم پرستا، این پدر پرستا چی میگن؟ میگه حسبنا کافیست بر ما وجدنا علیه آباءنا، آنچه که ما پدرای ما را یافتیم. اینال اولو کان، الله متعال میگه آیا چنین نبود که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. میگه آیا پدرایشان چنین نبود که اینا علم هم نداشتن هیچ چیز و هدایت هم نشده بود. پس کسایی که قانون قوم پرستی را میکنه این یک قسم از قوانین چی است؟ جاهلیت است. از این خاطر باز گپایشان رو بشنوین. باز اینا چی میگن؟ که نه ما لباس خدا تغییر نمیتیم با لباس عرب ها، ما زنهای خدا حجابش تغییر نمیتیم با لباس حجاب از اینا، ما از خود قانون داریم، ما از خود
فرهنگ داریم، ما از خود عنعنات داریم، ما از خود کلتور داریم. و قرآن عظیم شان میگه که اینمی چی است؟ یکی از بخش‌های قانون جاهلیت است. همچنین الله متعال بیان میکنه، میگه این مردمای جاهلیت حتی وقتی که سربرهنگی و بی‌حجابی و گناه و زنا در منطقهشان منتشر میشه، باز ایره حتی چی میکنن؟ ایره حتی العیاذ بالله به الله متعال نسبت میدن. الله متعال در سوره اعراف آیت 28 میگه و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وقتی که یک کار فحشا را میکردن، یعنی زنا و سرلوچی و سربرهنگی و مثلا این کارها را میکردن، حتی عرب های جاهلیت چی میکردن؟ مردایشان در اطراف کعبه برهنه طواف میکردن و زنایشان سرایشان لوچ و مویایشان معلوم میشد، یخنایشان معلوم میشد. با این شکل در اطراف مکه ای کار را میکردن. یعنی قانون جاهلیت از در نظام جاهلیت همیشه چی باشه؟ سربرهنگی، بی‌حیایی و فحشا و منکر می باشه. وقتی که باز برشان پرسان شد که چرا این کار میکنین؟ قالوا وجدنا علیه آباءنا. این ما با اینمی قانون فرهنگ پدرای خود یافتیم. یعنی پدرای ما و قوم ما و اینمی تاریخ ما اینمی قسم فحشا و منکرات وجود داشت. پس اونا خیلی خراب مردم بودن. و باز اضافه از او چی میگفتن؟ حتی تهمت میکردن بالای الله متعال، میگفتن والله امرنا بها. الله بر ما همین قسم امر کرده. یعنی قانون جاهلیت خدا به الله نسبت میدادن. العیاذ بالله. این کفر بزرگ است. و باز مثلا بعضی از علمای درباریشان یا ملاهای درباریشان باز اونا هم بر از اونا میگن که والا راست میگین شما، بیخی امی گپایی که شما میزنین، امی رقصی که شما میکنین، امی گناهی که شما میکنین، امی زنایی که شما منتشر کردین، امی سرلوچا و پایلوچ و بی‌حجابی که است، این کلش باز اینا میگن یا در دین است. ببین الله متعال میگه شما بسیاری وقتی که گپای مردم با آیات قرآن سر بتین، میبینید قرآن عظیمشان مثل که امیال دستی نازل شده باشه و همین مشکلات از اینا رو بیان میکنه. میگه والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. برشان بگویی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به فحشا و منکرات امر نمیکنه. این حجاب حکم الله است. این سرپرد کردن و مثلا تنها چشمایش معلوم میشن یا کلش داخل میشن در حکم حجاب. و الله متعال آیات قرآن درباره عورت نازل کرده، در سطر درباره حجاب. اینا اینجا یکی عورت است، یکی حجاب است. اینا کلشان سطر عورت و حجاب یا کلش چی است؟ یا کلش در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. شما آیا بر الله چیزایی را میگین که شما خودتان علم ندارین؟ میبینید بسیاری کسا هست حتی تهمت میکنن سر الله متعال. به هر صورت یک قسم از قوانین جاهلیت است که ما شما بشناسیم. دوم قسم از قوانین جاهلیت قوانین نفسانی هست. قوانین نفسانی چی هست؟ یعنی حکومت نفس توسط نفس برای نفس. ما یک حکومت جور میکنیم، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. این قانون زیری که بسازه قانونش خود نفس ما میگه. اگر نفس ما گفت که شراب خوب چیز است، بس همینجا قانون گذارای ما چی میکنه؟ همین قانون هم میسازه. پس اینمی قانونه که مطابق خواسته های نفسانی هر چیز برای خودشان قانون گذاری میکنه. این الله متعال این هم در جمله قوانین جاهلیت حساب کرده. الله متعال در قرآن عظیمشان در سوره فرقان آیات 43 میگه که ارأیت من اتخذ الهه هوا. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی من کسی را که اتخذ گرفته الهه؟ ببینید اله معبود خود. معبود دو صفت داره، یکی ذاتش عبادت میشه و شریعت و قانونش اطاعت میشه. میگه آیا ندیدی کسی را که معبود قانون ساز خود کی گرفته؟ هوای نفسی خدا گرفتن، خواسته های نفسی خدا گرفتن. همین شما بسیاری از پارلمان های کشورهای طاغوتی را شما سائل بکنین، اینا همیشه مطابق خواسته های نفس خود، هر چی که نفسشان گفت اون جزء قانون میسازه. اگر نفسش گفت شراب بخور، باز اون داخل میکنه در قانون که شراب یک چیز قانونی هست که از شراب میخوره مشکل نداره. اگر زنا باشه او را هم همین قسم، اگر همجنسگرایی باشه او را هم اینا چی هست؟
ارأیت من اتخذ الهه هواه فانت تكون علیه وکیلا، آیا تو بالای از او وکیل میباشی؟ نه. بناء کسی که قانون نفسانی میسازه، مثل که آل نظام های دموکراسی ای قانون ها را میسازن، نظام های سکولر ای را میسازن، نظام های کمونیستی را میسازن، بناء این قانون از اینا قانون نفسی هست و این قانونی هست که در قوانین یکی از بخش های قوانین جاهلیت است. قسم سوم از قوانین جاهلیت قوانین طاغوت است. قوانین طاغوت، الله متعال درباره طاغوت چی میگه؟ در سوره بقره آیت 256 الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، هر کسی که کافر شود به طاغوت و یؤمن بالله، باز ایمان به الله بیاره، فقد استمسک بالعروة الوثقی، یقینا که این انسان تمسک ورزیده به ریسمان محکم، یعنی قرآن عظیم الشان. خب حالی اینجا علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یک عالم بسیار بزرگوار است و بسیار در عقیده، یعنی ماشاءالله وقتی که کتابای ازیر و دلایل ازیر در عقیده بخوانی، اما قلب انسان مثل که در قلب انسان اما یک نور داخل شود. این عالم بزرگوار چی میگه؟ این میگه که طاغوت تعریف میکنه، مثلا در آیت قرآن طاغوت است. حالا این عالم بزرگوار طاغوت چه قسم تعریف میکنه؟ حالا هر کسی ببینی نمیتونه مثلا ما بخیزم از دل خود طاغوت تشریح بکنه، یک کس دیگه بخیزه چیز دیگه تشریح بکنه. وقتی که به این علمای بزرگوار مراجعه میکنیم برای ما تشریح میکنه، تعریف میکنه. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه در تعریف طاغوت چی میگه؟ میگه ما تجاوز به العبد حده، طاغوت اونمون چیزی هست که بنده از حد خود تجاوز بکنه، یعنی وقتی بنده از حدود خود تجاوز میکنه اینمی طاغوت است. من معبود او متبوع او مطاع، یا طاغوت بالاخره سه قسم میگه. طاغوت چی است؟ یا معبود است، طاغوت معبود. طاغوت معبود چی میگه؟ یعنی یک انسانی که بغیر از الله عبادت شود و او از او راضی باشه. مثلا بسیاری انسان ها هستن که در مقابلش یک کس رکوع میکنن، در مقابلش یک کس سجده میکنن، یک منکر است، یک کار حرام است، انحنا میکنه، سرش خود بسیار برش خم میکنن، یا در زیر پایش سجده میکنن، متوجه هستین، یا برش رکوع میکنن. اینی کارا را، یا مثلا زیر پایش مرغ یا گوسفند ذبح میکنن، یک عبادت از عبادت ها را در مقابل از انجام میتن. اگر اینمی شخصی که در مقابلش عبادت شود این را منع نمیکنه و از او راضی میباشه و قرار در چوکیش اشته و سرش سهل میکنه و هنوز دست خودم سرش میمونه که بسیار خوب کار میکنه، امی شخص طاغوت است. این را طاغوت معبود میگه. قسم دوم طاغوت متبوع هست. یعنی علامه ابن قیم سه قسم طاغوت میگه: معبود، متبوع بته، مطاع با توی. خب حالا میایم مثلا ما و شما طاغوت میبینیم که معبود خب فهمیدیم که کدام یکی هست؟ یعنی کسی که عبادت میشه، مخلوقی که عبادت میشه و از این عبادت رضایت میداشته باشه، یا مردم میگه به زبان خود یا نمیگه، حداقل وقتی که میبینه که یک کس همین منکر میکنه مانع نمیشه، این طاغوت معبود است. الله متعال در قرآن عظیم چی میگه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا بر شما عهد نکردم ای بنی آدم که شما شیطان ها را عبادت نکنین؟ شیطان دو قسم از در قرآن گفته: من الجنتی و الناس، یکی شیطان های انسانی هست، یکی شیطان های جنی هست. پس او شیطان جنی که ابلیس است او هم یک طاغوت است، و او شیطان انسانی که در مقابلش رکوع و سجده میشه و ممانعت نمیکنه، این هم شیطان است، این هم طاغوت است. الله متعال میگه: الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یقینا که همین شیطان که از چی شیطان انسانی باشه چی شیطان جنی باشه، این برای شما دشمن آشکارا است، یعنی شما را بنده خود جور میکنه. در آیت دیگه الله متعال میگه: الا تعبدوا، یعنی ای مردم آگاه باشین که عبادت نکنین الا الله و غیر از الله، اینی لکم منه نذیر مبین، من از جانب الله ترساننده و بشارت دهنده هستم. سوره هود آیت 2 است. ابراهیم علیه السلام برای پدر خود میگفت
که یا ابت لا تعبد الشیطان، همین بت‌هایی که تو عبادت میکنی اینمی هم طاغوت هستن. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان عصیه. همین شیطان که است بسیار در مقابل الله سرکش بود، پس ایده نکن. قسم دوم طاغوت، طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع میم ت ب و عین، مطبوع از مطابعت گرفته شده است. این طاغوت مطبوع کدام یکی است؟ این مربوط میشه به او علمای درباری و او تارکین دنیایی که میگه ما دنیا را ترک کردیم، اینا احبار گفته میشه و رهبان گفته میشه. احبار علمای درباری یهود بود و رهبان علمای انسان هایی که میگفت ما تارکین دنیا هستیم و ما مثلا قلب خود کشتیم و ما ازدواج نمیکنیم و مثل که آل اینمی پاپ است و مثلا فادر است و مادر است و همین کسایی که در کلیسا می باشن. اینو که هستن چی میکنن؟ اینا طاغوت مطبوع هستن. یعنی هر عالمی که مخالف حکم الله حکم بکنه، حلال الله را تغییر بده و حرام الله را تغییر بده، او چی هست؟ او طاغوت است. دلیل چی هست؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید در قرآن عظیم شان در سوره توبه آیت 31 الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینمی مردم یهودیا و نصرانی ها یا احبار خدا اما علمای درباری خدا و رهبانهم و امو پیرها و یا تارکین دنیای نفس پرست خدا چی گرفتن؟ اربابا، ربهای خود گرفتن. ببینید اینا را رب خود گرفتن من دون الله، بغیر از الله. و المسیح ابن مریم و همچنان یا بعضی اوقات پیغمبر عبادت میکردن مثل عیسی مسیح علیه السلام، این هم به عبادت گرفتن. و ما امروا و اینا امر کرده نشدن الا مگر ای که لیعبدوا الها واحدا، که اینا عبادت بکنن معبود یگانه را. لا اله، نیست هیچ کسی مستحق هستی که ذاتش عبادت شود و قانونش اطاعت شود الا هو، بغیر از الله. سبحانه عما یشرکون، الله بسیار پاک است از آن چیزی که شرک میکنه. خب حالا در اینجا یک صحابی مبارک که عدی ابن حاتم است، این میگه ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بله اینا چرا طاغوت شدن؟ انهم احلوا لهم الحرام و حرموا علیهم الحلال. میگه اینمی احبار و رهبانشان چی کردن؟ حلال الله را حرام کردن و حرام الله را حلال کردن. عملا که شما برین در کلیسا اگر در کتابشان بخواین شراب حرام است، لکن امی احبار و رهبانشان چی کردن؟ شراب برشان چی میکنن؟ برشان میگه این حلال است. بناءً فاتباهم، پس اینا مطابقت کردن. فذلك عبادتهم ایاهم. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که از اینا مطابقت کردن اینها یاره عبادت کردن. یعنی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه در بعض روایات دیگه اوت میگه که عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه میگه من به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما خو امی احبار یا رهبان خود عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه قبلا نصرانی بود و این مسلمان شده بود. این گفت که یا رسول الله امی آیت که شما خواندید ما خوا امو علمای خدا یا رهبان خدا ما خنا را عبادت نمی کردیم. عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه او تو فکر میکرد که عبادت خو همین نماز خواندن است یا رکوع کردن است یا سجده کردن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش فرمود که یا خو عبادت است، لکن وقتی کسی حلال برات حرام کنه و حرام برات حلال بسازه و تو از اون مطابقت میکنی، اینمی را هم تو معبود خود قرار دادی، یعنی عبادت از کردی. این عبادت حکم میگن. در درس قبلی هم با شما این را گفتیم. بناهن هر عالمی که چی میکنه؟ حلال حرام میکنه و حرام حلال میکنه و حق باطل میگه و باطل حق میگه و جایز ناجایز میگه و ناجایز جایز جور میکنه، اینی عالم تبدیل میشه به یک طاغوت و کسایی که از این پیروی میکنن این چی هستن؟ اینا پیروان طاغوت هستن. این طاغوت متبوع میگن. قسم سومش طاغوت مطاع هست.
طاغوت مطاع چی میگه؟ هرگاه از کسی در مخالفت از شریعت اطاعت صورت بگیره. چه قسم اطاعت صورت بگیره؟ مثلا یک پادشاه هست، یک رئیس جمهور است، یک رهبر است، یک کلان قبیله هست، یک خان است، یک بزرگ است. این حال وقتی که اینمی شخص چی میکنه؟ ضد شریعت الله قانون میسازه. مثلا یک پادشاه یک قانون میسازه ضد شریعت الله، یا یک رئیس جمهور یک قانون میسازه ضد شریعت الله، یا مثلا رئیس یک قوم یا رهبر یک حزب یا رهبر یک گروه یا رهبر یک تنظیم یا یک رهبر یک مکتب فلسفی، وقتی این یک قانون را میسازه، یک فکر را میسازه که ضد شریعت الله هست و مردم به او دعوت میکنه که باید مطابق ازی باید اینا ازی پیروی بکنن، این طاغوت مطاع میگن. از این جمله طاغوت‌های مطاع مثلا در قرآن عظیم شان در مورد فرعون الله متعال بیان میکنه که یکی از طواغیت مطاع فرعون بود. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فرعون خیز بر مردم گفت که من رب بزرگ شما هستم. یعنی فرعون نمیگفت که بین بر من رکوع بکنین یا سجده بکنین، بلکه میگفت که قانون را که ضد شریعت موسی علیه السلام ساختین اینه چی کنین؟ اینه میره شما اطاعت بکنین. پس فرعون یک طاغوت مطاع بود و کسایی که پیروی از فرعون میکردن اینا پیروای طاغوت بودن. اینا در قسمتی کسایی که به بزرگای خود، به رهبرای خود، به سیاستمدارای خود، به رهبر حزب خود، برای از اینا اگر کسی از اینا اطاعت میکنه، الله متعال میگه یا باز در قیامت چی حالت میداشته باشه؟ در سوره احزاب آیت 67 میگه که و قالوا، باز امین مردمایی که از این طواغیت پیروی میکنن بازی ها میگن چی میگن؟ در روز قیامت باز میگن و قالوا ربنا، میگه ای پروردگار ما، این اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما پیروی کردیم، اطاعت کردیم از سران و رهبرای سیاسی خود و کبراءنا، از این بزرگای خود. یارا میگفتیم این بزرگ قوم ماست، بزرگ قبیله ماست، خان ماست، ملک ما هست، رئیس جمهور ما هست، رئیس حزب ما هست. یا الله ما از اینا پیروی کردیم. فاضلون السبیل، اینا راه را سر ما گم کردن. باز وقتی که اینجا بر از اینا جزا داده میشه، باز اینا چی تقاضا میکنن؟ در این سوره احزاب آیت 68 الله متعال میگه بازی برای رهبرای خود چی میگن؟ به رهبرای خود چی میخواین؟ باز اینا برای الله میگه ربنا آتهم ضعفین من العذاب. یا الله به می رهبرای، به می رئیس جمهور ما، به می پادشاه ما، به می کابینه ما، به می قوای مقننه ما، به می قوای اجرایی ما، یا الله این رئیس حزب ما، به رئیس گروپ ما، یا الله برای ازی دوشن عذاب بده و لعنهم لعنا کبیره. یا الله این لعنت بسیار بزرگ بکن. لعنت چی معنی؟ یعنی از رحمت تیره کاملا محروم بساز. ایناله در آیت دیگه الله متعال چی میگه؟ سوره شورا آیت 21 میگه ام لهم شرکا و شرکوا لهم. آیا بر از اینا شرکا هست شرعوا لهم من الدین، که بر از اینا یک دین را ساخته است ما لم یأذن به الله، که الله متعال به او اجازه نداده. ایناله کسایی که قانون ضد شریعت الله میسازن یا چی هستن؟ این خودش شریک با الله قرار میده. و کسایی که اینا را قبول میکنن یا شرک در حکم کردن، یا آیت قرآن امیر میگه ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین، و امرای از اینا شریکان هست که یا بر از اینا دین جور میکنن، شریعت جدید بر از اینا مخالف ما انزل الله جور میکنن، چیزی که الله اجازه نداده. پس این چی میشه؟ اینا هم در جمله طاغوت هست. خب حالا مثلا ما و شما 3 قسم طاغوت خواندیم. طاغوت که هست آیا در لباس یک فرد میه، یا در لباس یک گروه میه، یا در لباس یک فکر میه. بعضی اوقات دوستای عزیز طاغوت در لباس یک فرد میه، مثل شیطان، مثل ابلیس. واجتنبوا الطاغوت، شما از طاغوت اجتناب بکنین. همین ابلیس و شیطان هم در جمله ازی هست. گاهی وقت طاغوت در لباس یک فرد میه که عبادت میشه و از عبادت کردن راضی میباشه این شخص، این هم طاغوت است. گاهی اوقات این طاغوت یک فرد دیگه میباشه که
چی می باشن؟ ادعای علم غیب میکنن. مثل فالبینا، شما هر فالبینا که ببینید این ادعای علم غیب میکنه، مثلا برات میگه یک هفته با سر تو چی میشه، یک ماه با سر تو چی مشکل میشه، یعنی ادعا میکنه که من غیب میفهمم. این هم طاغوت است. همین ساحرها و جادوگرها و فالبینا اینا هم طاغوت هستند. کسایی که پیش از اینا میرن پیروای طاغوت هستند، بسیار خطرناک است. چهارم، مخلوقی که بغیر از شریعت الله قانون بسازد و یا مخالف شریعت الهی حکم بکنند. هر پادشاه و رئیس جمهور و رئیس قبیله و خان و ملک یا کلش وقتی که این کارا میکنن یا سردار میگنشه سردار ماستی چطور است، این حال ای هم وقتی که این سردار از اینا قانون ضد شریعت الله میسازن، این سردارشان هم سردار نیست، این طاغوت دار است. متوجه هستین؟ این طاغوت است. نه تو اون طاغوت در لباس یک حزب یک گروه. مثلا طاغوت یک حزب است، حزب طاغوتی هست. چه قسم حزب است؟ حزب است که وقتی اسنادای زیر سعی کنی کل قانونش ضد شریعت الله هست، مثل احزاب سوسیالیستی و احزاب کمونیستی و سیکولاریستی و نشنالیستی و قومی. این احزاب وقتی که ببینید کلشان احزاب طاغوتی هستن. بعضی اوقات همین طاغوت در لباس یک اندیشه و فکر میه، مثلا مارکس است و انگلس است و افلاطون است و سقراط است و مثلا این میه هگل است و اینیا که هستن، این کلشان چی جور کردن؟ یک مکتب فلسفی جور کردن، مثلا مکتب کمونیسم، مثلا مارکس انگلس لینن، مثلا داروینیزم، مثلا سوسیالیسم، مثلا مکتب سکولاریسم، مثلا داروین. اینا رو کل شناسایی کنی چارلز داروین است. مثلا سوسیالیسم و کمونیسم که ببینی، مثلا نشنالیسم ببینی که یارا جور کرد، مثلا هتلر یک نشنالیست بود، موسولینی یک نشنالیست بود، فاشیست بودن فاشیست ها، شیطان پرستی مکتب ها را جور کردن، فلسفه های شیطان پرستی، فلسفه های الحادی است، یا کلش در جمله طاغوت است. باید با کل از این انسان کافر شود. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. نوع چهارم، طاغوت در لباس رهبریت حکومت میه. مثلا قوای مقننه یک حکومت است، قوای اجرایی یک حکومت است، قوای قضاییه هست. کل از این که ببینید ضد شریعت الله یا قوانین میسازن و حکم میکنن، یا کلشان در جمله طواغیت میه. یا رهبر مثلا از رئیس جمهور است یا پادشاه هست یا هر چیزی که هست. نوع پنجم، طاغوت بعضی اوقات در لباس یک مؤسسه و سازمان میه. مثلا یک سازمان جهانی است، این میگه حقوق بشر است. حقوق بشر چی هست؟ میگه والا حقوق بشری است که حقوق بشری است که اگر هر دین قبول کرد تو دیگه بوده غلط نگی. صبح یهود باشه و چاشت مثلا مسلمان باشه و شام مثلا نصرانی باشه، هر چی که کرد دلش، هر کس دشنام داد، این حقش از انسان است. پس وقتی که اینمی کسایی که مثلا یک نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم کارتونش هم میسازن، سر از او توهین میکنه، میگه این حقش است، این بشر است، این حقش است، حق آزادی بیان است. پس اینی هم مؤسسات و گروپ های چی هستن؟ یا طاغوتی هستن که از حقوق انسان و حقوق بشر و به نام حقوق زن. مثلا حقوق زن چی است؟ میگه زن رقاصه باشن، زن خواندن بکنن، زن بخیزن به مجلس مردم ها چیز کنن. حقوق طفل، حقوق حیوان و چطور است چنان است. حتی حقوق حیوان میگه حیوان ذبح نکنین، این ذبح حیوان کرد. کلش ضد حکم الله هست. این میگه کلشان مؤسسات چی هستن؟ مؤسسای طاغوتی هستن. مثلا مؤسسه ملل متحد که میگه در اینجا 5 کشور کفری در اینجا نقش دارن، یک مؤسسه طاغوتی هست، همیشه ضد اسلام برنامه میگیره و مسلمانان را تکه تکه و پارچه پارچه میکنه. نوع ششم، طاغوت بعضی اوقات در لباس رهبرای رسانه ها، مثلا رئیس فلانی تلویزیون، رئیس فلانی مجله، رئیس فلانی اخبار، یا کسایی کنی در مینوشتاشان کلش ضد شریعت الله هست. پس اینا هم طواغیت هستن. خب مطلب سومی که در درس امروزی ما و شما میخوانیم، اول حکم غیر الله را فهمیدیم که حکم جاهلیت است. دوم فهمیدیم که کسایی که اقسام حکم جاهلی چی هست؟ حکم قوم پرستی حکم جاهلی بود، حکم نفس پرستی که مطابق نفس قانون میسازی هم حکم جاهلی است، و طواغیتی که ما بر شما گفتم اینا هم مربوط میشدن به حکم جاهلی. این خلاص شد. مطلب سوم، حکم و قضاوت مخالف ما انزل الله. اگر یک نفر مخالف ما انزل الله حکم میکنه و قضاوت میکنه و خود مسلمان میگیره، بسیاری کساس مثلا این کار میکنه، میگه من مسلمان هستم، لکن مخالف ما انزل الله حکم میکنه، یعنی حکومتش، پادشاهیش، ریاست جمهوریش، قانونش، حزبش مخالف حکم الله هست و محکمش هم ضد شریعت الله هست.
این کارا میکنه، این الله متعال چی میگه؟ حکم ازی چی هست؟ الله متعال میگه و من لم یحکم بما انزل الله، و کسی که مطابق ما انزل الله حکم نکرد فاولئک هم الظالمون. در مائده آیت 45 در آیت 47 چی میگه؟ فاولئک و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و دیگه چی هست؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. ظالم است، فاسق است و کافر است. اینالی باز حالاتش فرق میکنه. اگر خودش قانون گذار است و قانون میسازه و ضد شریعت الله قانون میسازه فاولئک هم الکافرون. اگر قانون نساخته اما خودش ضد شریعت الله یگان حکم میکنه، رشوت میخوره، قاضی هست، این چی هست؟ این ظالم هست. و اگر یک کسی خودش حکم الله را سر خود تطبیق نمیکنه، مثلا نماز یا مثلا روزه یا حج یا زکات یا چیزایی که سرش فرایض است حکم مطابق حکم الله عمل نمیکنه، بازی چی هست؟ این فاسق گفته میشه. مطلب چهارمی که بفهمیم او چی هسته؟ خب مثلا یک کسی از قانون سازای طاغوتی پیروی میکنه، کسی از این قوانینو که اینا جور کردن از این کسی پیروی میکنه. الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. علامه شنقیطی چی میگه؟ فالکفر بالطاغوت الذي صرح الله بانه امرهم به في هذه الايه شرط فی الایمان. میگه امی کافر شدن به طاغوت ای خودش چی هست؟ ای شرط ایمان است. شرط ایمان است. شرط ایمان چی هست؟ که انسان مسلمان از قانونسازان طاغوتی پیروی نکنه. اگر کسی از اینا پیروی میکنه در حقیقت اینا پیروی از چی میکنه؟ از سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا که ما شما گفتیم. و از این خاطر این عالم چی میگه؟ میگه وقتی که آیت قرآن گفته که فمن یکفر بالطاغوت، آل این شخص به طاغوت کافر نمیشه بلکه میره پیروی از اون میکنه، اطاعت از اون میکنه، تابعیت از اون میگیره. اینجا این عالم بزرگوار چی میگه؟ میگه سعی کنیم خوب دقیق گوش بگین. علامه شنقیطی یک مفسر قرآن است میگه فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان. كفر بالطاغوت شرط إيمان است، كما بينه تعالى في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آلی عالم چی میگه؟ میگه فيفهم منه انه من لم یکفر بالطاغوت، اگر کسی به این طاغوت کافر نشه لم یتمسک بالعروة الوثقى، ای به قرآن تمسک نورزیده. و من لم یتمسک بها فهو مترد من الهالکین. این شخصی که تمسک به قرآن نگرفت این چی هسته؟ این از جمله هلاک شونده ها هسته. پس این سبب هلاکت انسان میشه. مثل که باز امی انسان در روز قیامت باز میخیزه میگه که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما خواهی کلانای ما پیروی کردیم، این کلانای ما خود طاغوت برآمدن. تو چرا نمیفهمیدی؟ تو چرا قرآن گوش نمیگرفتی؟ تو چرا درس قرآن، آیات قرآن گوش نمیگرفتی؟ این برات گفته نشد؟ گفته شد، اما چرا عمل نمیکردیم؟ این مطلب پنجمی هست که محاکمه خواستن در محاکم طاغوتی. یک نفر در این محکمه میره قضایا مثلا قضایا خود حل میکنه، میگه ما میرم در فلانی محکمه که چی است که مرا در این محکمه از ما چیز شوه درباره ما فیصله بکنه. و میفهمه که این محکمه است که ضد شریعت الله هست، ضد ما انزل الله هست. حکم از این چی هست؟ در امو مسئله الیساق کتاب چنگیزخان، اونجا چنگیزها امی هولاکو این وقتی که آمد خلافت اسلامی را سقوط داد، بازی این دو تا محکمه ساخته بود. یک محکمه برای چی ساخته بود؟ محکمه برای مسلمانان ساخته بود که در اونجا مطابق قرآن و سنت و شریعت الهی اونجا فیصله میشد. و یک محکمه دیگه ساخته بود که در اون محکمه مطابق قانون چنگیزخان که الیساق است، در این محکمه چی میکرد؟ در این محکمه مطابق از او حکم میشه. پس کسایی که در اینجا بود برش میگم دلت مسلمان هستی، دلت هر چی هستی، این دو محکمه از در کدام محکمه میری؟ این دمو وقت هر کسی که میگفت ما به خاطر از اینکه آسان است در محکمه الیساق میرفت، به خاطر آسانی علما میگفتن که ای چی شده؟ ای کافر شده. نظر به چی ای کافر شده که در این محکمه رفتن؟ الله متعال میگه الم ترى، سوره نساء آیت 66 آیت 60،
الله متعال میگه الم تر الی الذین یزعمون، آیا ندیدی به طرف کسایی که گمان میکنن. چی گمان میکنن؟ گمان میکنن که انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل، یعنی یا گمان میکنن که بالای تو آنچه که نازل شده، بالای تو به قرآن اینها ایمان دارن و به کتاب‌های دیگه آسمانی ایمان دارن، لکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لکن یا میخوان که قضاوت از اینا، قضای از اینا فیصله شود در محکمه طاغوتی، یعنی محکمه شود در محکمه طاغوت. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا امر کرده شدن که کافر به طاغوت شوند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و شیطان میخواد که اینا را به گمراهی بسیار دور ببره. سعی کنیم اینجا الله متعال میگه که یا مسلمان نیستن. چرا مسلمان نیستن؟ الم تر الی الذین یزعمون، آیا ندیدی کسایی که گمان میکنن، یعنی بسیاری کسا از گمان میکنن ما مسلمان هستم، با قرآن ایمان دارم، با کتاب‌های آسمانی قبلی ایمان دارم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، لکن عملا میره به عوض دیگه به طاغوت کافر شه و میره تسلیم طاغوت میشه. اینجا الله متعال میگه که یا نیستن، یا حکم شده بود که باید اینا به طاغوت کافر شدن، یا رفتن خودشان پیش محکمه طاغوتی و گفتن قضیه ما را فیصله بکن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی بر از اینا گفته میشه بیاین به قرآن و سنت مراجعه بکنین، باز میگه این مردم ها منافق است. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، باز منافقین ببینی که از تو روی دور میده که نه ما با قرآن و سنت عمل نمیکنیم. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه هذا انکار من الله عز وجل، میگه این انکار است، این آیت قرآن میگه این انکار میکنه از الله متعال علی من یدعی الایمان بما انزل الله علی رسوله و علی الانبیاء الاقدمین، که کسایی که ادعا میکنن، علامه ابن کثیر میگه الله انکار میکنه سر کسایی که ادعا میکنه که ما ایمان آوردیم به قرآن و سنت، ایمان آوردیم به پیغمبرای سابقه، و هو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات الى غیر کتاب الله و سنت رسوله، باز ای در مسائل خود میخواد فیصله شود به چی؟ به غیر از قرآن و سنت. میگه مثلا به قوم ما بسیاری کسا را ببینید وقتی برشان بگویه که اینجا الله این تو میگه نه والا سر ما در اینجا امو چی داریم، جرگمار داریم، ما سردار داریم، ما کلان داریم، ما بزرگ داریم، هی برای ما فیصله بکنه. این حال اینمی کسایی که پیش جرگمار و پیش اون سرداره که ضد شریعت الله قانون جور میکنه، اینو میگه علامه ابن کثیر رحمت الله میگه که الله متعال انکار میکنه از اینکه کار از یا غلط است، ناروا هست، یا مسلمان نیستن، پیش خود گمان میکنه. و باز چی میگه فانها ذمه، میگه این آیت قرآن ذم یا توبیخ میکنه لمن عدل عن الكتاب و سنت، هر کسی که رو گشتانیده از قرآن و سنت، و تحاکموا الی ما سواهما من الباطل، و رفتن محکمه گرفتن بغیر از محاکم قرآن و سنت، و هو المراد بالطاغوت ها هنا، اینجا میگه مراد چی است؟ اینمی طاغوت است، اینمی محکمه‌ای که ضد شریعت الله حکم میکنه، اینمی طاغوت است. علامه شنقیطی رحمت الله علیه این هم یک مفسر قرآن است. ما و شما همیشه از علمای بزرگواری که در طول 14 قرن قرآن عظیم الشان برای ما و شما اصطلاحاتش تفسیر و تشریح میکنن، اگر از اینا استفاده بکنیم بسیار دقیق قرآن میفهمیم. نه این قسمی که آیت بگیریم باز خود ما بخیزیم از دل خود تشریح بکنیم، نه، آیات قرآن مطابق اینمی منهجی که مثلا صحابه داشتن، تابعین داشتن، تابعی داشتن، یا از میتونن که آیت قرآن خود قرآن تفسیر میکنه، این آیت قرآن دیگه آیت قرآن تفسیر میکنه، این آیت قرآن مثلا حدیث رسول الله صلی الله علیه و تفسیر میکنه، یا آیت قرآن صحابی رسول الله صلی الله علیه و تفسیر میکنه، تابعین تابعین این قسم، یا مثلا زبان عربی. اینال علامه شنقیطی یک عالم بسیار بزرگوار است، مفسر قرآن است، یک تفسیر بسیار خوب داره به نام اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. این چی میگه؟ سعی کنید چقدر خوب گپ میزنه. میگه و کل تحاکم الی غیر شرع الله فهو تحاکم الی الطاغوت، هر حکم خواستن یا حکم کردن به غیر شریعت الله این حکم به طاغوت است. هر حکمی که باشه
رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، رئیس قبیله باشه، رئیس حزب باشه، رئیس کدام منطقه باشه یا هر چی که باشه، اینا این کلش حکم به چی است؟ ای به طاغوت است. علامه ابن جریر رحمت الله علیه چی میگه؟ وقد ذکر ان هذه الايه نزلت فی رجل من المنافقین. میگه میاد قرآن درباره یک منافق نازل شده، میگه ما مسلمان هستیم، چی غام میزد که ما مسلمان هستیم، ما ایمان آوردیم، چطور هستیم؟ دعا رجل من اليهود فی خصومه كانت بینهما الى بعض الكهان. این منافق آمد که یهود جنجال داشت، میگفت که چی هست؟ بیاید بریم پیش فلانی کاهن امو فالبین که است، پیش از او بریم او بر ما فیصله بکنه در این مسئله، لیحکم بینهم. این منافق آمد دیگه گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اظهرهم. رسول الله هم پیششان است. ایواز که بدن پیش رسول الله صلی که یا رسول الله مطابق قرآن و سنت در این قضیه بر ما فیصله کن. گفت نه میری پیش فلانی کاهن که او کاهن باز بر ما میگه برو یک 4 دانه مرغ چیکو بیار بر من، باز تو از این قضیه و از این گناهی که کردی تو خلاص هستی. این حالا اینجا ای آیت قرآن سر از این نازل شد که ببینید کسایی که ادعا میکنن، گمان میکنن ما مسلمان هستیم یا مسلمان نیستن. علامه رازی در تفسیر چی میگه؟ علامه رازی میگه و یجب بازی قول دیگه در چیز میکنه، از قاضی نقل میکنه و خب علامه ابن رازی میگه که منظور این است که بعضی از مردم میخوان که تحاکم یعنی فیصله در قوانین به بعضی از اهل طغیان کنند و نمیخواهند که رسول الله صلی فیصله و حکم نماید. و قاضی میگه که و یجب ان یکون التحاکم الى هذا الطاغوت کالکفر. اینمی تحاکم به اینمی طاغوت مثل کفر باشه و عدم الرضا به حکم محمد صلی الله علیه و سلم. این عدم رضایت به حکم رسول الله سم کفر است. چرا یک نفر که حکم رسول الله صلی الله علیه و قبول نمیکنه، قرآن و سنت قبول نمیکنه، در عمیق قضیه که بین از اینا شده میگه نمی کفر است. خب این دلایلش از دلایل دیگه هم هستن از علما. مطلب ششم تغییر حکم ما انزل الله هست، یعنی یک نفر حکم ما انزل الله را تغییر میده به قوانین. حکم از اینا چی هست؟ و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فریق منهم. یه اینا در سوره نور آیت 47 میگه که بسیاری کساس میگه ما ایمان آوردیم به الله و رسول و اطاعت کردیم، الله و رسول میگه ما اطاعت میکنیم، ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. باز اینا رو میگردن، باز از حکم الله رو میگردانن. یعنی چی میگن؟ شریعت الله را چی هستن؟ و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم. وقتی برشان گفته شود که طلب شون بین به الله و رسول تا اونا حکم بکنن، اذا فریق منهم معرضون، سوره نور آیه 48. باز یک گروه از اینا چی هستن؟ اینا باز اعراض میکنن. خب آل الله متعال یکی از علمای بزرگ است، یک کتاب نوشته کرده به نام امامت عظما. بازی عالم در امی کتاب خود درباره حکم جاهلیت اف حکم الجاهلیت یبغون، در اینجا بازی آیات چی میکنه؟ میگه که خب این علما در این آیات چی میگن؟ در این قسمت مثلا یک عالم است، این فتاوا و اقوال یکی از مفتیان اسلام به نام شیخ محمد ابن ابراهیم رحمه الله. این یکی از مفتیهای بزرگ بوده، یکی از مفتیهای بزرگ اسلام است، شیخ محمد ابن ابراهیم رحمه الله. این از کتابش که به نام تحکیم القوانین است، یعنی کسایی که قوانین میارن جاگزین ما انزل الله میکنن، این بحث از این نقل میکنن. باز این کفر دو قسم تقسیم میکنن، میگه یکی کفر اعتقاد است و یکی کفر عمل است. خلاصه دو چه قسم است؟ اول میگه کفر اعتقاد است. کفر اعتقادی است که چند قسم است. قسم اولش مثلا یک نفر شریعت الله را تغییر میده و قانون دیگر به عوضش تطبیق میکنه، یا قانون مارکسیسم یا قانون دموکراسی یا قانون سوسیالیسم یا قانون سکولر. اینا میگه این از چند حالت خالی نیست. اول امی شخصی که رهبریت داره و کسایی که در رهبریت قرار دارن یا امی شریعت الله را تطبیق نمیکنن، این قانون دیگر را تطبیق میکنن، یا علتش است که یا بیخی از شریعت انکار میکنن. مثلا بسیاری کشورهای کفری هست، اینا از شریعت انکار میکنن و قانون دیگه را تطبیق میکنن، چه قانون یهود است، چه قانون نصارا هست، چه قانون سکولر است، هر چیزی را تطبیق میکنن. این خوب بدون شک کفر، بدون شک این بدون هیچ اختلاف این
همین حاکما کافر هستن و قانون از و حکم از حکم طاغوت است و قانونشان قانون طاغوت است. قسم دوم کسایی است که انکار نمیکنن ولی عقیده میکنن که حکم غیر رسول الله از حکم چی است، از که حکم غیر رسول الله صلی الله علیه و از حکم قرآن و سنت کرده، از حکم رسول الله صلی الله علیه و میگه کامل و شامل است. مثلا بعضی کسا هستن که میگن که قانون غیر الله کس از قانون زنا کرده ای چی است، میگه ای شامل است. میگه اون قانونی که مثلا شریعت الله کس امروز در عصر امروز مناسب نیست. این هم عالم چی میگن؟ و هذا ایضا لا ریب انه کفر. این هم میگه این شک نیست که این هم کفر است. قسم سومش هم زود میگم که وقت ما شما پوره شده، وقت کم است. قسم دوم است که نمیگه که بهتر است و نمیگه که چی است، نمیگه که این قانون بهتر است و انکار هم نمیکنه، بلکه میگه دوش مثل یکی دیگه است. میگه این قانون که است مثل شریعت ها است. پس اینجا بین این قسمتی عالم چی میگه؟ فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر ناقل عن المله. این هم کافر میشه، کفر ناقل از ملت. چرا؟ این شریعت با امرای قانون انسان ها مساوی قرار میده. چهارمش است که قانون چی میکنه؟ میگه که این مثل از ما نمیفهمم، نمیگم که این مثل از او هست. خیلی چرا این قانون آوردی؟ میگه که این بهتر هم نمیگم بلکه جواز چی نه، بلکه چی میگه؟ میگه که جایز است. یعنی میتونه انسان که به این حکم بکنه. من نمیگم که این قانون بهتر است، نمیگم که مثلا او رو انکار میکنم، لکن جایز است. یک نفر دلش میخواد این بکنه، این بکنه. این عالم چی میگه؟ فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة القاطعة تحریمه. اینا دیگه چی میکنن؟ این امو چیزی که حرام میگه این رو حلال جور میکنن. یعنی میگه جایز است ما مثلا قانونهای دیگر رو بیاریم، قوانینی که در زنا جایز است، در شراب جایز است، در فلانی هست. پس وقتی که بگه یک میل به خاطر همین جایز است، در این صورت هم این حاکم کافر میشه. پنجم به این عقیده هست که نه، اسلام مراجع دارن، مثلا مرجع دارن، شریعت الله از قرآن و از سنت و از اجماع و قیاس گرفته شدن و میگه قانون فرانسه و قانون امریکا اینا هم از مذاهب مختلف و از قوانین مختلف گرفته شدن. این هم این عالم میگه فای کفر فوق هذا الکفر. این هم میگه کفر است، از این که کفر دیگه ای نیست. و ششم قوانینی که رؤسای اشاعره و قبایل این تطبیق میکنن. این قوانین که میگه که مثلا ما خود ما سردار داریم، ما خود ما خان داریم، ما خود ما ملک داریم، ما خود ما بزرگ داریم، ما خود ما رئیس جرگه قومی داریم، این می فیصله میکنه. این مثلا این هم در این 6 حالت میرسه که این حکم به غیر ما انزل الله هست. و یک حالتی که امو حاکم کافر نمیشه که قسم دومش هست که او رو چی میگن؟ کفر دون کفر میگن. او در کدام حالتی است که یک چی است؟ این چی میگه؟ یک عالم میگه یجب علی طالب العلم ان يفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشي عليه ويستدل به القرآن وبين ان يحكم في قضيه معينه. این میگه فقط در یک حالت است که این کفر دون کفر است، یعنی کافر نمیشه. او کدام حالت است؟ وقتی که یک حاکم شریعت تغییر نداده، نظام، شریعت، قانون کلش است، لکن خود از چی میکنه؟ خود از یک گناه را میکنه. باز امی حاکم به خاطر خواسته نفس اگر زنا کرد یا شراب خورد، باز این کافر نمیشه. مثلا در زمان خلفای اموی و عباسی اینا شریعت الله تطبیق میشد، اصل شریعت الله بود، نظام الله در محاکم، در دولت، در حکومت، قوای قضاییه، مقننه، کل شریعت الله بود. این چطور تغییر نکرده بود، لکن باز یک حاکم یا یک والی یا یک قاضی به خاطر خواسته های نفسی خود در یک جای حکم مثلا زمین یک کس را میگه به یک کس دیگه میداد، بازی در جمله کبایر حساب میشن. این کفر دون کفر میشن، چون اصل چطور تغییر ندادن. اما کسایی که مثل هولاکو خان واره چطور از بین بردن و قانون الله را از بین بردن و تنها آوردن مثلا عوضش قانون دیگر میره، او در 6 حالت داخل میشه که بازو هیچ حالت دیگه چیز نداره. و کسی که به قانون الله تسلیم نمیشه، آخرین نقطه این چه حکمش است؟ الله متعال میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. الله میگه یا مؤمن نیستن تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و حکم قرار بدن در چیزی که اختلافات دارن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز دل خود هیچ دلتنگی نداشته باشن و یسلموا تسلیما و 100% تسلیم شوند. اینجا الله متعال قسم یاد کرده به ایمانا که اینا مؤمن نیستن تا وقتی که به شریعت الله تسلیم شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.